از کف ورزشگاه یک و برای پارس اولین بازی فجر سپاسی در برابر گلگهر سیرجانو برای شما گزارش میکنم. کاکام کوپان ناظمی داوری بازی سوت ابتدای بازی رو میزنه. بچه شیراز و استان فارس میگن فجر نمیباخه و قطعا قهرمان لیگ برتر میشه. انشالله که همینطور بشه. همون ابتدای بازی چپری میرونن تو زمین گلگهر ولی توپو لو میره. حالا فجر از سمت راست میگروزن و وارد زمین گلگهر میشن. پشت 18 ببینیم چی تو میشه. نه بچه رو زد بس زبون باکش نشده باشه. ببینیم نتیجه وی آر چی میشه. بله پنالتی. کارت زرد رو هم میزنه تخت سینه بازیکن گلگهر. حالا شیرین بزرگ میکشه زیر توپا و گل. بابا فجر سپاسی 1 گلگهر 0. آمو کراندم با بیلا. حالا بچه گلگهر کف 18 فجر یه پری میخوره این بروش نگاه میکنه تو پر جرد میکنه عقب. جونی کاکو موقعیت خطرناکیه. وای میکشه زیر توپا و کره دروازه رد شد. کاکا